طالب نعمتپور دوست داشتنی هم خیلی مثل همیشه با صلابت و خوشتیپ و خوشخنده قهرمان جهان داریم اینجا الان توی استودیو و خیلی اتفاق ارزشمندیه. تازه کی اون موقع که خیلی هم قهرمانی جهان برای فرنگی مود نبود، خیلی اتفاق نمیافتاد. قهرمان 2013 بوداپست و یکی از چهرهایی که تو این سالا دیدیمش، حالا در کادرهای فنی بوده. خیلی خوشحالم با طالب که در خدمت شما هستم. به خونه خودتون تلویزیون کشتی خوش اومدین. یه سلام مجددم عرض کنم به همه بینندگان عزیز. یه خسته نباشید به جعفر روزگرد که مسابقه رو گزارش کرد و یه تبریک صمیمانه به هادی ساروی عزیزم، به همه اعضای خانواده‌اش، مادر عزیزش که داشت مثل همیشه با اضطراب نگرانی کشتی رو دنبال میکرد و یه طلای دیگه برای ایران به دست اومد. انتظاری جز اینم از هادی ساروی نمیرفت. آقای طالب خیلی خوش اومدین. سلام علیکم بیننده ها. به نام خدا عرض سلام و ادب دارم خدمت بینندگان عزیز و ورزش دوست کشتی. منم جا داره به نوبه خودم قهرمانی هادی ساروی با جامعه کشتی به خانواده عزیزش تبریک بگم. همچنین که دیروز شاهد درخشش جوانای خوب کشتی فرنگی بودیم. احمدی وفا خیلی خوب کشتی گرفت و درخشید و در وزن 77 کیلو امیر عبدی هم رزومه خوبی از خودش به جا گذاشت و 87 کیلو غلامرضا فرخی بسیار کشتی‌های عالی گرفت و امروز هم که شاهد درخشش هادی ساروی بودیم و امیدواریم که آخرین مدال هم که مدال طلای فردین هدایتی خواهد بود ببینیم. خیلی متشکرم آقا طالب. ضمن اینکه آقای محسن حاجی‌پور هم تو منزل هادی ساروی هست، حالا هر موقع ارتباط ما برقرار بشه بچه‌ها به من بگن میریم اونجا هم صحبت می‌کنیم با اعضای خانواده و حسابی کیف می‌کنیم. آقا طالب شما اگه اشتباه نکنم 2013 بوداپست طلای جهان گرفتین، درست میگم دیگه؟ و فکر کنم تنها مدال کل تیم ایران بود تو اون مسابقات اگه اشتباه نکنم. تنها طلا که 100% فکر کنم تنها مدال هم بود. حالا الان یه 10-12 سال بعد این تعداد مدال‌های ما خیلی بیشتر شده. چه فرقی کرده به نظرتون نسبت به اون دوره؟ خدا رو شکر الان در کشتی از لحاظ کمیت و کیفیت ما نسل بسیار خوبی رو شاهد هستیم و امیدواریم که همین موفقیت ها ادامه داشته باشه. واقعا کشتی ما استحقاق این رو داره که سالیان سال در کشتی دنیا آقایی کنه که الان خدا رو شکر ما در رشته کشتی آزاد و فرنگی در تمام رده‌ها جز قدرت‌های اول کشتی دنیا هستیم. خیلی ممنونم، کیف می‌کنم صحبت می‌کنم با طالب نعمتپور عزیز. بریم یه آیتم کوتاه از خود محل برگزاری مسابقات فکر کنم بچه‌ها فرستادن ببینیم، برگردیم دوباره مفصل با آقا طالب عزیزمون صحبت می‌کنیم. خب خیلی ممنونم. بچه‌ها این کسایی هستن تو فرمول 1 کار می‌کنن، سریع لاستیکا رو عوض می‌کنن. دیدید آقا طالب خیلی سریع لاستیکا رو عوض کردن. الان قابمون فکر کنم کامل اوکی شد. بازم ممنونیم که با تلویزیون کشتی ما رو همراهی می‌کنید و من دیگه سعی می‌کنم کمتر حرف بزنم چون یه ستاره و یه چهره بسیار دوست داشتنی اینجاست. آقا طالب چیکار می‌کنین این روزا کلا؟ ما که عرضم به خدمتتون تا رقابت‌های المپیک افتخار اینو داشتیم در کنار تیم ملی بودیم و به خاطر مباحث و مشغله‌های کاری که خودم داشتم نتونستم که در کنار بچه‌ها باشم، اما همچنان همکاری دارم با فدراسیون در حوزه مدرسی و انیسیتو و درگیر مسائل شخصی خودم هستم در این روزا. منتظر بازگشت مربیگری باشیم دوباره؟ ما که همیشه به قول معروف در کنار کشتی بودیم و هیچ موقع جدا از کشتی نبودیم، در هر قامتی به کشتی خدمت کردیم. در خدمت. خیلی متشکرم. این عکس خوشگلتون هم بچه‌ها انداختن. این چند سالگی آقا طالب این وریه؟ اینجا که مربی بودم دیگه 2022 همین اواخره. بله. یه کوچولو این گوشه‌های مو سفیدتر شده ولی آره ماشاءالله تیپو حفظ کرده. اون عکسم که 2013 ولی این عکسم همون استایل این بازیگراست. مخلص. یه سرم شبیه پژمان جمشیدی، حتی این روزا فکر کنم زیاد خوب نباشه این شباهت، ولی خیلی به هر حال جذابه و خیلی قربانش. خیلی خوشحالیم که اینوری اینجا حضور دارید. یه کوچولو هم فکر کنم باید الان اوکی شد بچه‌ها دیگه، قابات کامل دیگه بسته و آماده شد. آقا طالب راجع به رقابت‌های امروز هم صحبت کنیم. خب هادی ساروی دیگه واقعا یه چهره تثبیت شده است دیگه برای کشتی ایران. خیلی هم به نسبت هادی ساروی بودنش مسیر خیلی عجیب غریبی هم نداشت. این حریف الجزایری و حریف عربستانی، ولی
فیناله یه خورده به حال دشوارتر بود. چطور دیدین کلا هادی رو تو این مسابقات؟ ببینید هادی ساروی در طول این سالها به یه صلابتی رسیده و از لحاظ فنی کشتیگیریه که در تمام جاهای کشتی میتونه کشتی بگیره و از لحاظ فنی غنیه و ما در طول این سالها در هر رقابتی که رفتیم هادی ساروی با صلابت کشتی گرفته. من فکر نمی کنم بازی‌های همبستگی در حد و اندازه هادی ساروی باشه و همچنین که دیدیم ما 50 روز پیش 60 روز پیش هادی ساروی تونست یک طرفه در رقابت جهانی هم مدال طلا رو کسب کنه و ما امیدواریم همین روند رو سیر کنه که انشالله در لس آنجلس بتونه طلای پاریس رو تکرار کنه. خیلی متشکرم. آقا طالب راجع به المپیک صحبت کردید، اونجا یه قاب‌های ماندگاری هم از شما خلق شد. یکی از جالب تریناش من یادمه اون لحظه‌ای بود که سبا شریعتی اون اتفاق براش افتاد و شکست خورد و خداحافظی کرد و تصمیمی که گرفتید شما رفتید با امین میرزازاده عزیزمون اونجا. خیلی فکر کنم لحظه قشنگی بود. یه خورده از اون لحظه برامون میگین؟ ببینید سبا شریعتی خیلی سالهای گذشته در اردوی تیم ملی در کنار ما و همتیمی بودیم و افتخار اینو داشتیم که روزا و ماهای زیادی و در اردوی تیم ملی با هم بودیم و در اون رقابت که امین میرزازاده و سبا شریعتی با هم کشتی میگرفتن، خب من از لحاظ عاطفی هم سبا شریعتی رو دوست داشتم چون که دوستم بود و در هر صورت یک ایرانی بود. اون جایی که امین دستش بالا رفت و که حالا ما خوشحال بودیم بابت اولین برنز فکر کنم کاروانم بود که امین گرفت، اما یهو متوجه شدیم که سبا تصمیم گرفته از کشتی خداحافظی کنه. مربی آذربایجان از لحاظ روحی به هم ریخته بودن بابت شکسته. سبا یه مقداری فکر میکنم فراموش کردن که باید در این لحظه در کنار سبا شریعتی باشن که ما هم به قول معروف از لحاظ عاطفی و اون غیرتی که هر ایرانی باید داشته باشه نتونستیم سبا رو تنها بذاریم که امین جلوتر رفت که قلندوش کرد سبا رو که منم در کنار حسن رنگرز دور افتخار رو با سبا زدیم که بتونیم در روز خداحافظیش در کنارش باشیم. خیلی لحظه های جذاب و فراموش نشدنی بود. امین میرزازاده هم اسمش اومد هر جا هست، بهش خسته نباشید میگم. دیروز پریروز هم صحبت کردیم با هم، ماشاءالله داره دوران یه ذره سعی کرد استراحت بکنه، حالا امیدوارم برگرده دوباره خیلی زود ببینیمش بعد موفقیت‌های بزرگی که به دست آورد. آقا طالب ولی خیلی اینو میپرسن که المپیکه چرا امین جلوی میخائیل لوپز کار در نیومد براش؟ حالا اونور خب میخائیل لوپز یه اسطوره است دیگه، واقعا یه چهره فوق العاده است تو المپیکا، واقعا حداقل 5 تا طلای المپیک یه چیزی نیست که کسی بتونه واقعا تکرارش بکنه. ولی امینم نمیدونم اون مصدومیت‌ها اذیتش کرد چی بود، چرا نتونست به نظرتون؟ ببینید ما وقتی میخوایم راجع به یک کشتی صحبت کنیم فقط نباید راجع به امین میرزازاده به تنها صحبت کنیم. ما در مقابل امین میرزازاده کیو داشتیم؟ لوپزی داشتیم که افسانه‌ای بود، 5 تا طلای المپیک رو تونسته بود کسب کنه. قطعا لوپز هم واسه کشتی با امین با برنامه‌ریزی درست اومده بود، ولی ما اگه میایم در طول آمادگی امین میرزازاده رو که رصد میکنیم میبینیم که امین میرزازاده از 23 تا 24 که ما از رقابت‌های جهانی تا المپیک یک سال فنی نداریم، کمتر از 11 ماه، حدود 10 ماه میشه. در طول 10 ماه امین میرزازاده 3 بار آسیب جدی داشتن که هر دوره هم نقاهت خودش رو داشت. امین از لحاظ آمادگی نتونست به اون آمادگی ایدئال برسه، ولی تمام تلاشش رو به نظر من کرد و به جز کشتی لوپز که یه کشتی سنگینی بود، تمام کشتی ها رو امین یه طرفه پیروز شد و مدال برنزش رو با صلابت گرفت. اما در مقابلم کشتیگیر حریف افسانه‌ای بود که المپیک قبلی هم تونسته بود امینو با امتیاز عالی شکست بده، ولی در المپیک بعدی با یه رقابت نزدیک تونست امین رو شکست بده. ما خودمون تمام برنامه‌مون این بود، هم من هم امین هم کادر فنی هم سرمربی عزیز
که رقابت به شکلی لحاظ فنی جلو بره که ما اخطار اول رو از میخوایم لوپز بگیریم، ولی برنامه ریزی شاید لوپز از ما بهتر بود که تونست اخطار اول رو از امین بگیره و جریان کشتی رو برعکس کنه. دقیقاً. حالا لوپز تو زاگرب هم اومده بود، داشت سعی می‌کرد به کشتی کوبا کمک کنه، ولی کار سخته دیگه. اونجا تونستیم دوباره مدال طلای سنگین وزن رو به دست بیاریم. من یه اشاره هم به حامی اون بکنم، به حامی فدراسیون کشتی بانک شهر که اومده در کنار فدراسیون از کشتی کارت رونمایی کرده. اگه این کارت‌های خوشگلی که پشت سر من ببینید تهیه بکنید، هم از همه مزایای کارت‌های بانکی برخوردار میشید، همین شانس رو دارید که حمایت خیلی خوب از کشتی ایران داشته باشید. تهیه کردنش هم راحته، شهرنت‌های بانک شهر، شعب بانک شهر و هم نرم افزار همراه شهر پلاس. ما یه آیتم ایران تا همیشه هم داریم، اگه حالا هر وقت آماده بود آیتم هم به نظرم ببینیم، بعد برگردیم راجع به فردین هدایتی، مسابقه فینالی که پیش رو داره و اتفاقات جذاب صحبت کنیم. نمیدونم بچه‌ها به من بگن آیتم آماده هست یا نه. بریم آیتم خوشگلی که مربوط به کشتی دیروزه رو ببینیم، برمیگردیم دوباره با آقای طالب نعمت‌پور عزیز صحبت کنیم. کیف کردیم، این لحظه‌های خوشگل رو دیدیم. دیروز هم آقا طالب بچه‌مون واقعا شاهکار کردن و تونستن نتایج خوبشون رو ادامه بدن. شما خب یه جوری سابقه چندین سال کار کردن با این کادر هم دارید، چطور می‌بینید مثلا خود آقای رنگرز رو چطور می‌بینید به عنوان یه مربی، سرمربی؟ خیلی انگار رابطه نزدیکی با شاگرداش داره، درسته؟ ببینید واقعا در طول الان از 23 24 الان هم 25 در طول 3 سال خیلی کار سختیه. 24 ساعته باید در کنار بچه‌ها باشی، از زندگی شخصی خودت به دور باشی. واقعا کادر فنی، حسن رنگرز، تمامی مربیایی که دارن زحمت میکشن، شبانه روز در اردوهای تیم ملی هستن و محصل همین کارم میبینید که نتایجی که در سال 2023 گرفته شد در المپیک نتیجه درخشانی و بعد از المپیک رقابت‌های جهانی و الان هم در مسابقات بازی‌های اسلامی می‌بینید که شاهد درخشش بچه‌ها هستیم. قطعاً برنامه ریزی و همتی که کادر فنی، سرمربی عزیز، حمایت‌هایی که فدراسیون کشتی داشته و واقعاً میگم که نسلی هم که ما داریم نسل خیلی خوب و درخشانی هستش که ما خیلی امیدواریم که با این نسل بتونیم در المپیک لس آنجلس کاریو انجام بدیم مانند المپیک لندن. دقیقاً. حالا آقا طالب اگه از بچه‌ای که الان تو این نسل دارن کشتی میگیرن یه نفر رو قرار باشه وردارین ببرین تو نسل خودتون، تو دوره خودتون، کیو برمی داشتین؟ ببینید نسلی که الان هستن به نوعی میشه که گفت که با نسل قبلی خیلی مثلا شباهت دارن یا شاید خیلی جاها جلوتر باشن، ولی تمام بچه‌های ما لحاظ فنی لول خوب و به قول معروف معقولی دارن، ولی لحاظ فنی سعید اسماعیلی شرایط ایدئال تری نسبت به تمامی بچه‌ها داره. یعنی سعید رو برمی داشتید می‌بردید تو اون تیمو؟ من آره، حالا سعید کشتی و سعید و آره من خیلی دوست دارم، ولی با احترام به تمام بچه‌ها، همگی بچه‌ها لحاظ فنی واقعا شرایط ایدئالی دارن، در کشتی دنیا دارن آقایی میکنن و مطمئن باشید در سالهای آینده ما شاهد درخشش بچه‌های الان امسال احمدی وفا خیلی خوب و با صلابت اومد کشتی گرفت، پیام احمدی ببخشید، احمدی وفا قطعا شاهد درخشش احمدی وفا خواهیم شد، سعید اسماعیلی که خودش یک ستاره است، دانیال سرابی، علیرضا عبدولی هم خیلی خوب کشتی گرفت که ما میتونیم که در آینده از وجود علیرضا عبدولی هم در 77 کیلو بهره مند بشیم. غلامرضا فرخی با شرایطی که داشت در دل رقابت‌های انتخابی، محمد ناقوسی قهرمان امیدهای جهان، علی گرایی قهرمان جهان اومدن یک رقابت خوب با هم داشتن که در دل رقابت‌ها غلامرضا فرخی تونست ملی پوش بشه، قهرمان دنیا شد. ما در 87 کیلو علیرضا مومدی رو داریم که دارنده 3 تا نقره جهان هستش در 23 سالگی. 23 سالگی خیلی جوان هستش، ما میتونیم از وجودش سالیان سال استفاده کنیم. 97 کیلو که کاپیتان هستش هادی ساروی نیاز به تعریف و تمجید نداره، رزومش مشخصه. در 130 کیلو هم امین میرزازاده با داشتن 2 طلای جهان
یه نقره جهان و برنز المپیک و در کنارش هم فردین هدایتی، ما شاهد روزای خوب کشتی فرنگی خواهیم بود. دقیقاً راجع به سعید گفتید آقا، دیروز یه سکته رو رد کردیم و تا آخرین ثانیه ها حسرت جعفروف برنده بود ولی دو کت سالتو رو زد، کارو در آورد دیگه. ببینید کشتی دیروز سعید اسماعیلی و اگه ما از لحاظ فنی بخوایم نگاه بهش داشته باشیم، من فکر میکنم سعید اسماعیلی، حالا میگم که شاید برنامه ریزی خود سعیدم، چون که من میشنیدم کوچینگ داد میزدن که مثلا اخطار اول رو سعید بگیره که روند فنی، اما برنامه ریزی حسرت بهتر بود و تونست اخطار اول رو از سعید بگیره، از موقعیت‌های خاک استفاده کرد. سعید ما نتونست استفاده بکنه، اما میگم که سعید در اندازه‌ای که بار فنیش زیاد هستش، ما چندین کشتی از سعید شاهد بودیم که در 2 ثانیه 3 ثانیه آخر نتیجه کشتی رو عوض کرده. من میگم که غیر از اون صحنه آخر سعید باید برنامه ریزی بهتری رو داشت و که امیدوارم که در رقابت‌های آینده بتونه برنامه ریزی بهتری رو با کشتی حسرت جعفروف داشته باشه. چون حسرت هم به نظر کشتیگیر قابلی میاد، کشتیگیر خوبی به نظر میاد این کشتیگیر آذربایجان. خب فکر کنم ارتباط ما با آمل هم برقرار شده. بله آقا محسن عزیز رو دارم میبینم اونجا در منزل هادی ساروی عزیز. آقا محسن چطور اوضاع؟ جشن و شادی برقراره دیگه ان شاءالله. عرض سلام دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیزتون، بینندگان محترم تلویزیون کشتی ایران، همچنین مهمان محترم برنامه‌تون آقا طالب نعمت‌پور قهرمان پرآوازه در خدمتتون هستم. تبریک میگم پیروزی‌های دلاورمردای کشتی ایران رو، خصوصا پهلوان محمد هادی ساروی که تونستن تو این دوره از مسابقات هم طلایی بشن و پرچم کشورمون رو بالا ببرن. اینجا هم در منزل جناب پهلوان هادی ساروی هستیم. بله همه دوستان فامیلاشون خانواده‌شون هستن اینجا، شاد هستن، خدا رو 100,000 مرتبه شکر. خواستیم صحبتی با مادر گرامیشون داشته باشیم که شرایط روحیشون این اجازه رو نمیده. در خدمتتون هستم. هر سوالی دارید، امری دارید، من در خدمت شما هستم. آقا محسن از رفقای هادی کی اونجا سینا اینا هستن بچه‌ها؟ آره علی آقا، آقا صاحب، علی آقای کاظمی، دوستان بیاین. آقا صاحب بیا، آقا صاحب سختی داره دوستان. علی بیا داداش، بیا قربونه، بیا علی آقای کاظمی بیا داداش بابا. تو بچه‌ها تعارف میکنن تو. آره تعارف چرا؟ به به آقا هادی ماشاءالله چون رفیقینا زیاد داره تو آمل، یعنی از هر 2-3 نفر تو آمل یه نفر با هادی رفیق صمیمیه قشنگ. چطور اوضاع؟ تبریک میگم بهتون. من یه پات پایه رو بیارم. بله آقا حسین. ماشاءالله دوستمون هم از کاد رفت و اینا. آره ماشاءالله. بفهم علی دادا. علی جان کجایی؟ علی جان ما منتظر شمایی. خوبی؟ رو به راهی؟ ازم ماشاءالله. سلام و عرض ادب خدمت بینندگان محترم. خیلی خوشحالیم که جناب پهلوان هادی ساروی مدال طلا به دست آورد. تونست پرچم کشور عزیزمون رو. علی آقا اینو اشاره کنم که هم دوستشه هم حریف تمرینیشه، خودشون هم توی رده سنی جوانان ملی پوش بودن. زن هادی ساروی رو این چند سال همیشه هم در کنارشن. به به آقا خسته نباشید میگم به شما. بالاخره یه کشتیگیر درجه یک که میره عنوان کسب میکنه، رفیقاش، دوستاش، حریف تمرینیاش خیلی بهش کمک میکنن دیگه. علی آقا خیلی نمیخوام مزاحمت بشم، فقط به نظر تو دلیل اصلی موفقیت‌های هادی رو چی می‌بینی؟ یعنی اون اصلی ترین ویژگی که باعث میشه هادی اینجوری بره هر بار سربلندمون کنه چی از نظر شما؟ خب کشتیبانی که هادی از بچگی داشته و استمراری در تمرینات داشته و تمرینات حرفه‌ای تمرین شخصی حرفه‌ای که داشته و تونسته این مدال‌های رنگارنگ پشت سرهامو
بگیره و موفق باشه. علی آقا الان هادی برگرده شیرینی میده یا نه؟ دست به شیرینی دادنش کلا خوب است یا نه؟ ماشاءالله خیلی داره تماس شیرینیش خیلی خوبه. آره چون یه بار به من گفت رفیقای من الان سال‌هاست دارن هر روز ازم شیرینی میگیرن. با معرفت با وجود و سفره دار دمش گرم. خیلی متشکرم علی آقا، ممنونم ازت. ایشالله این موفقیت‌های هادی جانمون هم مستدام باشه و همچنان ادامه داشته باشه. آقای کاظمی رو اگه بتونیم داشته باشیم ما حاجی پدر بزرگ گرامی به بله واسه افتخاره مادر بزرگ گرامی برو تکر میگن خودت تشریف بیار برای اینجا در کار داریم. آقا محسن خیلی داره واقعا تلاش زیادی اونجا انجام میده. خیلی ممنونم از آقای حاجی پور که اینجوری برای تلویزیون کشتی داره انرژی میذاره و لذت میبره. عرض ادب و احترام مجدد خدمت آقا طالب نعمت. خیلی عزیزی آقا محسن. آقا طالب شما هم تیمی هم بودیم با هم. بله آقا محسن سلام عرض شد. خیلی خوشحالم که میبینم آقا محسن. بله ما افتخار اینو داشتیم که در طول سالیان سال هم تیمی بودیم هم اردویی بودیم از بچهای خوب و با معرفت که الان هم فعالیتاشو من دنبال میکنم در رسانه و مجازی که میبینم که هر روز دارن تلاش میکنن به نونهالان و خردسالان آموزش میدن که امیدوارم که به جایگاه واقعی خودشون هم در مربیگری برسن. خیلی آقا محسن خوشحال شدم، آرزوی موفقیت دارم برای شما. سپاسگزارم آقا طالب. برای من افتخاری بود که سالیان سال در کنار شما بودم، یاد گرفتم، دلاوریاتون رو دیدم. هیچ وقت شجاعت و شهامت‌هایی که شما به خرج دادی تو این مسیر پرچم کشور این همه چندین و چند بار بالا بردی فراموش نمی‌کنم. میگم با افتخار میگم همدوره شما بودم. ما اتاق 5 بودیم، آقا طالب اتاق 4 بود. بعد یکی از دوستان عزیز ما الان هم آقا میلاد خسروی دارن توی تایلند MMA کار میکنن. موقع تمرین که میشد یه تیکه کلام قشنگ لوری داشتن، همیشه ایشون داد میزدن میگفتن برار کیم، بعد میلاد میگفت برار منم، برار قربون بوم. فدای تو بشم. قربونت محسن جان، فدات چه خاطره قشنگی هم بود. قربونت محسن جان، محبت شماست، شما برادر خوب مایی عزیزی، افتخاری بود. فدات شم داداش، زنده باش. آقا من خیلی از این مکالمه لذت بردم. محسن جان از طرف من حتما به خانواده هادی تبریک بگو، به مادر عزیزش تبریک بگو که در طول این سالیان چقدر واسه هادی زحمت کشید، به برادر عزیزش که واقعا همیشه هادی رو حمایت کرد و تمام این موفقیت‌های هادی زحمات برادر خوبش و مادر بزرگوارش هست. ما قدردان زحمات مادرش هستیم. سپاسگزار. حتما سلام شما شما رو به ایشون و خانواده محترمشون ابلاغ میکنم. قربون سپاسگزارم محسن جان. خیلی ممنونم آقای فردین عزیز. ایشالله خیلی متشکرم. ایشالله فردین هم یه طلای دیگه امروز برای آمل و برای ایران به دست بیاره آقا محسن. ایشالله به امید پروردگار. خیلی ممنونم از شما و ارتباط قشنگی که گرفتید. آقا واقعا دلم نمیومد مکالمه این دوتا همتیمی با هم تموم شه. خیلی داشتن تجدید خاطرات میکنن. آقا محسن چجور همتیمی بود؟ منظم و آره آقا محسن خیلی پسر خوب و مؤدب و بعدش با پشتکار خوب و خیلی در طول سالیان سال زحمت کشیدن، ولی خب کشتی به این شکل نیستش. گاهن میبینی یه ستاره مانع شما میشه که وجود حمید سوریان باعث شد که خیلی از بچه‌هایی که شایستگی اینو داشتن نتونستن به اون به قول جایگاه واقعیشون برسن و اینا. در هر صورت آرزو موفقیت دارم که در دنیای مربیگری بتونه موفق و مؤید باشه. دقیقاً این واقعا باید از این نسلمون، از این نسلی که
یه جوری تازه بازنشسته شدن از کشتی و دارن میرن کارهای زیربنایی انجام میدن تو مربیگری استفاده بکنیم. میگه آقا محسن، آقا طالب، بقیه دوستانی که هستن. من چند سوال کوتاه هم از آقا طالب دارم، اگه بسته خودشون هم بچه‌ها بدن که رو بسته این تصویر خوشگل سبز و سفید و قرمزی که داریم میبینیم. آقا طالب چند سوال کوتاه میخوام ازتون بپرسم چون تو حال هوای خوبی هم هستیم. آقا بهترین کشتیگیر تاریخ از نظر شما کیه کلا؟ یه نفر اگه بخواید بگید. تاریخ کجا؟ جهان. از نظر من سایتیف. و بهترین کشتیگیر تاریخ ایران کیه از نظر شما؟ از نظر من حمید سوریان. سایتیف و حمید سوریان. حالا اگه بگم که تو نسل خودتون، تو بچهای خودتون، جز حمید سوریان، اونایی که باشون هم تیمی بودین، یه هم تیمی رو به عنوان بهترین انتخاب کنید، کیو انتخاب بکنید؟ ببین خارج از این که مثلا ما بگیم مثلا این کشتیگیر پر افتخارترینه، مثلا بیایم مدالاشو در نظر بگیم، از لحاظ فنی خودم بگم یه سر و گردن از لحاظ فنی از همه بالاتر بود بابک قربانی بود. بابک قربانی دقیقاً یاد و خاطرش هم گرامی. آره، اگه مسیر زندگیش به این شکل نمیشد من فکر میکنم بابک قربانی جز پر افتخارترین کشتیگیرهای ایران میشد. اتفاقا میخواستم ازتون بپرسم کدوم کشتیگیری که به حقش نرسیده پس میگفتید بابک قربانی؟ بابک اصلا کلا به حقش تو زندگی نرسید، حالا ورزش به کنار. ولی خب ببین من اگه بخوام راجع به نسل خودمون صحبت کنم، واقعا بدون تعصب میگم امید نوروزی باید خیلی بیشتر مدال میگرفت، سعید عبدولی باید خیلی بیشتر مدال میگرفت. اگه شرایط به یه شکلی بود که بعد از لندن اون اتفاقا نمی افتاد، کادر فنی اون صلابت خودش رو حفظ میکرد، مثلا تا 2016 ما بچه‌هامون میتونستن خیلی بهتر نتیجه بگیرن. به هر صورت بنا به سیاست‌های فدراسیون، تغییراتی که ایجاد شد، یه مقداری فضا واسه بچه‌ها دیگه فضای قبلی نشد و مهیا نبود که بچه‌ها افتخار آفرینی کنن. ولی اون نسل ما واقعا نسل پرتلاشی بودن، خیلی زحمت کشیدن، روزای سختی و پشت سر گذروندن. شاید به نوعی که الان کار واسه بچه‌های ما در این نسل راحت شده، ریاضت‌هایی بوده که نسل گذشته کشیدن که امروز ما لحاظ فنی به این جایگاه رسیدیم. دقیقاً دیگه راهو شماها هموار کردین، یه ذره کشتی فرنگی اومد بیشتر تو خانواده‌ها بین بچه‌ها محبوب‌تر شد به نظرم. ببین در کشتی فرنگی در 20 سال گذشته ما اگه بخوایم کم لطفی نکنیم و واقعیت‌ها رو بگیم، خیلی اومدن زحمت کشیدن. ما حالا اسامیشون زیاده ولی چهرهایی که خیلی زحمت کشیدن بودن، از آقای محمد بنای عزیز بوده، از حسن بابک عزیز بوده، سرمربیایی که در طول سالیان سال اومدن زحمت کشیدن، مربیای سازنده‌ای که در گوشه گوشه کشورمون واقعا بدون چشم‌داشت دارن زحمت میکشن و کشتی فرنگی و سازندگی رو انجام میدن. و حمایت‌های فدراسیون، ما در فدراسیون یزدانی خرم خیلی خوب کشتی فرنگی و کشتی حمایت شد و ما تونستیم حتی نسل‌های قبل از ما، خود حسن رنگرز که بعد از سالیان سال تونستن اون دیوار و اون غیر قابل دسترسی بودن مدال گرفتن و بردارن. بعدش علی اشکانی اومد، تک ستاره‌هایی که اومدن، همه این زنجیرها باعث شد که ما امروز در کشتی فرنگی در این جایگاه هستیم و امیدوارم این مسیر رو ما بتونیم سالیان سال ادامه بدیم که بتونیم دل مردم رو شاد کنیم با این افتخار آفرینی ها. دقیقاً خیلی جذاب بود صحبتاتون راجع به بابک قربانی. هم خب ما همیشه تو این برنامه چند باری صحبت کردیم، حالا با هادی عامل و بقیه دوستان. یه تراژدی شد دیگه، اتفاقی شد که متاسفانه نشد و یه خاطره که ازش تعریف می‌کنن، میگن روزایی که المپیک لندن برگزار میشد بلند میشد گرم میکرد خودش رو، در واقع تو اون بند و اون شرایطی که داشت آماده میکرد و حیف شد دیگه داستان بابک. یعنی راهی وجود داشت به نظرتون که نجات پیدا کنه از این وضعیت؟ من به شخصه خب رفاقت من و بابک رو شاید کم و بیش شما مطلع باشید. یکی از صمیمی‌ترین دوستان من در طول زندگیم بابک قربانی بود که ما رابطمون به شکلی بود که گاهن
من و بابک محمد داداش بابک رو اذیت میکردیم. یعنی ما انقدر با هم چف شده بودیم که بابک مثلا ما یه تیم شده بودیم، محمد داداشش رو اذیت میکرد. خدا بیامرزه. ولی بابک چون که همش نگاهش به این بود که سریعتر از اون 4 دیواری بیاد بیرون و بتونه کشتیشو ادامه بده و در اوج افتخار آفرینی کشتی هم بودیم، نمیتونست تحمل کنه که خودش در این افتخار آفرینی ها مثلا حضور نداره و شرکت نمیکنه. من رفته بودم به بابک سر بزنم در طول همون روزا. معاون زندان که یکی از دوستان ما بود که همیشه محبت داشت که ما رو میبرد در یه فضایی خارج از بحث عرف زندان، یه اتاقی به ما میداد که مثلا خیلی راحت‌تر با بابک و محمد مثلا ما صحبت داشته باشیم و ملاقات داشته باشیم. قبل از اینکه من بابک رو ببینم، حاج امید به من گفت که در مسابقات المپیک قاسم رضایی که میخواست بره روی تشک، بابک ناخودآگاه بلند شده بود، داشت خودش رو مثلا گرم میکرد که مثلا احساس میکرد که خودش میخواد کشتی بگیره. خب حیف شد که مسیر بابک عوض شد، میتونست مسیر خیلی خوب و درخشانی داشته باشه اما دیگه با سرنوشت نمیشه کاری کرد. دقیقاً اتفاق افتاد. چند روز پیش هم سالگرد بابک بود. دقیقاً روش هم شاد یادی بکنیم ازش. خیلی هم سالگرد بابک. دقیقاً خیلی هم هواداری کشتی ایران دوستش دارن، یعنی هر موقع صحبت بابک میشه یاد و خاطرش رو گرامی میدارن. دیگه یه اتفاق دیگه ممکنه برای هر کسی واقعا هر جایی هر جوری اتفاق بیفته، هیچ کی خبر نداره. یه لحظه یه عصبانیت، یه اتفاق و یه استعداد ویژه که به نظرم در حقیقت ما بودیم که بابک رو از دست دادیم. یعنی کشتی ایران بود که بابک قربانی عزیز رو از دست داد. خب دیگه خوشحالیم که همیشه میتونیم یادش کنیم، تو خاطره هاش در واقع زنده است. ما اون کشتی فردین که فکر کنم یه ذره طول بکشه تا آغاز بشه، یعنی باید اول کشتی بانوان به پایان برسه. ما یه آیتم کوتاهی هم از خود آقای نعمتپور داریم، اگر آیتم آماده است بریم آیتم رو ببینیم، برگردیم دوباره با آقای نعمتپور عزیز صحبت کنیم. ماشاءالله چه کشتیایی رحم نمی‌کنید. الان یه نکته خیلی جالبی هم که اونجا ما دیدیم با آقای نعمتپور، آقا مربی شما کوچ شما حسن حسین زاده بود؟ آره من سال 2013 به قول معروف مربی مستقیمم افتخار اینو داشتم که آقای حسن حسین زاده. حسن آقا چند سالته خدا وکیلی؟ همیشه بودی؟ آره با سرمربیگری عبدالله چمنگلی که اون سال خیلی واسه من زحمت کشید که تونستم. آره یه بار خود حسن آقای رنگدست بگو آقا ما بچه بودیم حسن حسین زاده. آره واقعا فکر میکنم که یه مسابقه هم اگه اشتباه نکنم مجید رمضانی و حسن رنگرز هم به عنوان مربی حسن حسین زاده همراهش بود. آقا ماشاءالله. آره بوده آقا از خیلی سال. آقا اول حسن حسین زاده بود یا کشتی فرنگی؟ فکر کنم اول فکر نمیدونم ولی قبل از ورشنین حسن حسین زاده بود. آقا خیلی مخلصی واقعا. حسن آقا یه چهره خیلی دوست داشتنی، آره خیلی مثبت، واقعا جز مربیای خیلی زحمتکش هستن و عاشق این کار هستن. اگه حسن حسین زاده روزی در اردو تیم ملی نباشه، عاشقانه در سالن تمرینی در آمل خدمت میکنه و در طول سالیان سالم واقعا عاشقانه در کنار کشتی بوده. دقیقاً یه اصطلاحی هم داره خیلی به بچه‌ها میگه آب خواب المپیک. یعنی اینو ما که نمیخوایم بریم المپیک یاد گرفتیم و استفاده میکنیم. واقعا جزو چهره‌های دوست داشتنیه. حسن آقا ولی اومدی تهران، بیا ما بگو خدایی چند سالته که کوچ همه بودی، ما هر کیو نشون میدیم میبینیم شما کنار تشک نشستی و کوچش کردی. بازم خسته نباشید میگم. یه اشاره دوباره هم به حامی مالیمون داشته باشم، بانک شهر که اومده در کنار فدراسیون کشتی کارت معرفی کرده. میتونید به شعب بانک شهر، نرم افزار همراه شهر پلاس و شهرنت ها مراجعه بفرمایید. این کارت خوشگل و زیبا رو تهیه بکنید، هم از کشتی حمایت کنید، هم از همه این مزایای کارت بانکی برخوردار بشید. سرعت منم بالا رفته تو گفتن این داستان دیگه. حفظم خیلی متشکرم. آقا طالب یه خوردم راجع به فردین صحبت کنیم که دقایق دیگه فینالش آغاز خواهد شد. آقا زور این بچه واقعا زیاده، مثل شما که گفتی زورم زیاد بود، رحم نمیکنه، رحم نمیکنه به حریفان. ببین فردین ویژگی‌های منحصر به فردی داره. یکی بحث استقامت و توانش هستش، یکی هم از لحاظ فنی واقعا کشتی سر پا رو خیلی خوب
آموزش دیده و مهارت داره و نیروی جوانی و انگیزه‌ای هم که داره به فردین خیلی داره کمک میکنه که در این مسیر داره راهشو خوب جلو میره. دقیقاً ما 2 تا سنگین وزن خیلی خوب داریم دیگه، یعنی فکر کنم این رقابته به جفتشون هم کمک میکنه، هم به امین هم به فردین. درسته؟ ما اگه بخوایم خیلی فنی‌تر صحبت کنیم 3 تا سنگین و حتی 4 تا سنگین وزن خوب شاید داشته باشیم. اکبر یوسفی هستش که خودش قهرمان جهان، امین میرزازاده هستش که رزومش مشخصه و فردین هدایتی که الانم لحظات دیگه کشتیشو شاهد هستیم. جوانای دیگه هم هستش مثل ابوالفرز تزنگی و بچهای دیگه هم هستن که میتونن آینده خوبی داشته باشن. ما خدا رو شکر لحاظ کمیت شرایطمون خوبه، همین رقابت باعث میشه که ما در طول رقابت بتونیم از دل انتخابی نفرات آماده و خوب انتخاب کنیم که بتونن واسه کشور عزیزمون افتخار آفرینی کنن، که من فکر میکنم در 1-2 تا اوزان این مشکل و خلأ رو داشته باشیم که امیدواریم که جوونا بیان این خلأ رو پر کنن و در اون اوزان هم این خلأ رو پر کنیم. دقیقاً ماشاءالله از نظر کمیت همونطور که گفتین تیم بسیار جذابی و این نسل هم نسل جوونیه، یعنی ما میانگین سنی فکر کنم زیر 23 اومدیم توی این مسابقات شرکت کردیم. حالا 1-2 تا مهره با تجربه مثل هادی رو داریم، ولی خب واقعا نسلیه که شاید بتونه چندین سال برای ما افتخار کسب کنه. آخه کنم مثلا سن ایدئال کشتی به نظرتون چجوری؟ انگار یه ذره فرق کرده، یعنی جوونتر میان چهره میشن ولی از اون ور یه ذره زودتر هم معمولا به پایان میرسه. کلا به نظر شما چجوری این شرایط سنی؟ ببین شرایط سنی و خود ورزشکار رقم میزنه با زندگی بیرون از بحث ورزشش و همین ما چون که یه زندگی داریم که در خانه کشتی هستش، یه زندگی داریم که خارج از خانه کشتی. اون زندگی حرفه‌ای ورزشکار باعث میشه که طول عمر ورزشکار مثلا کوتاه باشه یا مثلا یه چند سال بیشتر باشه، که این نسل خیلی نسل خوب و حرفه‌ای هستن و واقعا آگاه هستن به مسائل روز تمرینی، روانشناسی، بدنسازی. خدا رو شکر که فدراسیون کشتی هم یه شرایطی رو ایجاد کرده و داره ورزشکارا رو حمایت میکنه، چه از لحاظ مالی و چه از لحاظ تمرینی، از لحاظ اسکانشون، از لحاظ بحث شغلیشون، همه جوره داره حمایت میکنه و کادر فنی هم کادر فنی خوبی هستش. سرمربی محترم، مربی بدنساز خیلی خوب، روانشناس، تیم ورک خیلی خوبی داریم، فیزیوتراپ. همین عوامل باعث میشه با برنامه ریزی درستی که دارن بتونن عمر ورزشی قهرمان هم طولانی تر بشه. دقیقاً. حالا راجع به این شرایط مالی و اینا گفتین، شما کشتی میگرفتین، زیاد جالب نبود از این نظر اوضاع مالی و اینا؟ خودنمایی به حریف خودش نداره. شما در جریان بودیم، ما کشتی به کشتی جهانی هم این کار کرد، کشتی رو آنالیز می‌کنیم، کشتی‌هایی که می‌دونیم این کشتیگیر الان حمایت‌هایی صورت گرفته، ولی من فکر می‌کنم که بهترین دوره از لحاظ حمایتی فدراسیون الان باشه. بله حال حاضر است. خیلی متشکرم. مصاحبه حسن آقا، اسم حسن آقا رو آوردیم، داریم می‌بینیم صداش هم اگه ما بدین عالی میشه. کردیم آقادی هم حرف گوش میکنه و طبق آنالیز ما کشتی میگیره و بسیار با برنامه کشتی گرفت و دیگه کشتیگیر آذربایجان حرفی برای گفتن نداره. زنده باشید. به شما هم تبریک میگم، خیلی هم زحمت کشیدین. آقا در مورد فردین هم صحبت کنین، آخرین کشتیگیر ما. خب فردین، من قبلا هم که طلا رو به شما قول داده بودم، کشتیگیر مرسی رو کشتی اول که کشتی سختی بود، خب اولین کشتی بود، قهرمان سوم جهان بود، به راحتی 3-0 برد و این کشتی رو خیلی راحت‌تر کشتی میگیره بدون استرس. با همون حریف مسی هست. آره اومدن چون 6 نفر بودن، همه کشتیگیرا تو جدول دوره کشتی گرفتن و فردین آینده داره و دید این کشتی‌هایی که به هیچ کشتیگیری امتیاز نداد و هر سنگین وزنی که میخوره بهش ریزش داره، انگار دیگه در مقابلش نمیتونه، تواناییشو از دست میده و فردین یک کشتی خوب میگیره و طلا میگیره. خیلی خوبه. ما در کنار امین میرزازاده و فردین 2 تا سنگین وزن واقعا فوق العاده داریم، درسته؟ بله، ما همیشه گفتیم فردین سروستان هم اول شد. این 2 کشتیگیر ما تو دنیا
تو المپیک الان جزو اول دوم دنیا، هر کدومشون برن برای ایران طلا میارن و پرچم جمهوری اسلامی رو به اعتزاز میارن. ان شاء الله. آقا اسم خیلی ممنونم. عزیز دلی ممنون. خیلی متشکرم از بچه‌ها و حسن آقایی که صحبتشو کردیم و ماشاءالله پر انرژی و خوب و درجه یک. دیگه آخرین مأموریت هم ان شاء الله این کاری که فردین باید انجام بده. آقا طالب والا راجع به این دوره‌ای بودن این رقابت هم صحبت کنیم. آدم‌ها یاد مثلا 2000 2001 دهه 90 یه زمانی کشتی‌ها اوایل دوره‌ای برگزار می‌شد، خیلی هم پیچیدگی‌های خاص خودش داشت. ولی یه نکته داره، الان با این حریفش که تو فینال خب یه بار کشتی گرفته و این نظرتون چقدر کمک میکنه به فردین برای رسیدن به طلا؟ ببینید جدول مسابقات از یه تعدادی که کمتر هستش نفرات شرکت کننده، جدول مسابقات تغییر پیدا میکنه که مثلا مسابقات از حالت گروهی به حالت دوره‌ای که حد نصاب وزن 130 کیلوگرم هم به این شکل بوده که باید به صورت دوره‌ای این شانس رو بازنده داره که مجددا بیاد به کشتی فینال. من کشتی صبح فردین هدایتی و با کشتیگیر مصری که کشتیگیر خیلی خوب و توانمندی هستش دیدم که فردین تونست کشتی رو به راحتی در بیاره و کشتیگیر مصر رو شکست بده و امیدوارم که کشتی فینال هم همانند کشتی صبح مسابقات بتونه بدون ریسک کارش رو جلو ببره که هرچند من فکر نمی کنم که خطری واسه فردین داشته باشه کشتیگیر مصر. دقیقاً. حالا شما مثلا اگه خودتون مربی فردین باشین توصیه‌تون اینه که اختار اول حریفش بگیره یا خودش بگیره؟ کلا چی بهتره به نظرتون؟ من فکر میکنم فردین هم اختار اول رو میگیره، همین که تایم دوم هم حریف رو بیرون از تشک میندازه و شاید هم مثلا قبل از اخطار تو خاک نه قبل از اخطار حریف رو از تشک بتونه بیرون بندازه، پوان فنی بگیره. دقیقاً. یعنی یه جوری سره دیگه، خیالم خیلی نیاز به استراتژی عجیب غریب نداره. ما از لحاظ نفرات سنگین وزنمون واقعا کشتیگرای خیلی قابل اعتمادی داریم و خیلی از لحاظ فنی لولشون در دنیا شاید بی‌نظیر باشه. امین میرزازاده عزیز، آقای فردین هدایتی، اکبر یوسفی، تمام بچه‌های ما بچه‌های خیلی خوب و توانمندی هستن که امیدوارم این رقابت سالمی داشته باشن که در نهایت باعث افتخار آفرینی و شادی دل مردم باشه. خیلی ممنونم از آقا طالب عزیز. ما یه آیتم فردین هم داریم جزو آیتم‌های موزیکالی که بچه‌ها زدن، جنگی و با روحیه و خیلی پر انرژی مثل فردین. خیلی ممنونم که ما رو دارید از طریق شبکه‌های اجتماعی مختلف، وبسایت خودمون، صفحمون در روبیکا و جاهای مختلف و همچنین لایو اینستاگرام می‌بینید. عذرخواهی می‌کنم دیگه بچه‌هایی که لایو اینستاگرام می‌بینن کشتی شروع میشه مجبوریم لایو رو قطع کنیم. یه سری قوانین اینجوری وجود داره. فکرم بکنم فردین هدایتی کشتیش داره آغاز میشه. اگه بچه‌ها به من بگن آها این تشک کشتیه، خیلی ممنونیم از بچه‌ها با این سرعت تصاویر رو به ما میدن. منتظریم که فردین بیاد روبروی عبداللطیف مصری قرار بگیره ببینیم چه اتفاقی میفته. فکر کنم هنوز آغاز نشده کشتی‌ها. حالا به محض اینکه آغاز بشه ان شاءالله میریم و مسابقه جذاب فردین رو دنبال میکنیم و حسابی لذت میبریم، کیف میکنیم. بازم ممنونم از بچه‌ها که دارن حسابی اینجا کمک میکنن و شبانه روزی تلاش میکنن که تصاویر با کیفیت به دست شما برسه. من طولانی شد صحبتام، عذرخواهی میکنم از آقای نعمت‌پور. فقط کوتاه اشاره کنم که فردا ما دو وزن اول کشتی آزاد رو داریم که از صبح رقابتاش آغاز میشه، پس فردا با 4 وزن آخر کشتی آزاد دیگه کلا این پروسه کشتی در بازی‌های کشور اسلامی بسته میشه. آقا طالب شما شرکت کردید تا در کشور اسلامی؟ بله، ما دوره قبل همبستگی اسلامی در شهر قونیه ترکیه بود که من 2021 میشد درسته؟ فکر کنم 22 بود. بله 22 در شهر قونیه در ترکیه برگزار شد که افتخار اینو داشتم در کنار تیم بودم. اون موقع چطور بود برگزاری نسبت به الان به نظرتون؟ برگزاری رقابتات در کشور ترکیه من فکر میکنم شرایط خوب و ایدئالی نداشت، چون که در یه حالت دانشگاه تور برگزار شده بود و ولی این دوره از مسابقات فکر کنم شرایط خیلی خوب و بهتری میزبانی کرده ریاض، که دوره قبلا ما کشتی در کشتی فرنگی فکر کنم اگه اشتباه نکنم در وزن 60 کیلوگرم
شیرزاد بهشتی 63 کیلوگرم شیرزاد بهشتی طلا گرفتن. 72 کیلو هم محمد رضا رستمی اونجا طلا گرفتن که در 96 کیلو مهدی بالی برنز گرفتن. رامین طاهری 87 نقره گرفتن. عرضم به خدمت شما همین آره دیگه حضور اکبر یوسفی هم طلا گرفتن. اکبر هم اونجا طلا گرفت. اکبر یوسفی. اکبر هم ارجاس بهش خسته نباشید میگم، قهرمان شایسته جهان و یکی از چهره‌های خیلی خیلی دوست داشتنی. ما داریم رو دوقاب میبینیم، منتظریم به محض اینکه رقابت فردین عزیزمون شروع بشه میریم. دقیقاً نکته جالبی رو گفتم نعمت‌پور، عربستان واقعا سرمایه‌گذاری خوبی کرده برای برگزاری این رقابت‌ها. حالا یه سری ضعف و مشکلاتی طبیعتاً هست، ولی اینکه میای با این سطح اینجوری میزبانی میکنی، امکانات هم خوبه دیگه، خیلی به نظرم نمیشه حالا به اون چند تا نکته منفی هم خیلی پرداخت. بالاخره اومدن یه کار ارزشمندی رو دارن تو دنیای کشتی انجام میدن و کلی هم کشتیگیر داشتن تو این رقابت‌ها. یعنی آقا طارق به نظر میاد که یه مقدار کشتی فرنگی حالا قبلا تو اروپا و اینا بیشتر بود، الان خیلی از کشورها دارن خوب کار میکنن تو این حوزه، درسته؟ بله الان ما در کشتی فرنگی در تمام دنیا، چون که خیلی مثلا کشورهای دیگه در کشتی آزاد شاید حرفی برای گفتن نداشته باشن، ولی ما چون که تک ستاره‌ای در تمام دنیا هستش، تمام کشورها درگیر کشتی فرنگی هستن. ما فرانسه، ایتالیا، مولداوی، بلغارستان، خود رومانی، مصر، کوبا، تمام کشورهای آسیایی، قرقیز، قزاق، عرضم به خدمت شما همه قهرمانای خوبی دارن و تک ستاره خوبی دارن و همه دارن به سمتی میرن که در کشتی فرنگی دارن سرمایه گذاری میکنن. دقیقاً. حتی اونایی که همیشه هم تاکید رو آزاد داشتن آروم آروم دارن الان تو فرنگی هم پیشرفت میکنن. الان خود مثلا واقعا ازبکستان رو ما داریم میبینیم الان چه کشتیگیرای جذاب جوون خوبی رو داره میاره. خود خالمخانوفی که حالا به سعید اسماعیلی ما باخت یه پدیده است واقعا. حالا علیف، گانیف، اینا کشتیگیرای خیلی خوبی هن و میتونن کارهای سختی بکنن. اونجا هم رستم آساکولوف رو گذاشتن که بتونه در واقع اصلاح اساسی در کشتی ازبکستان به وجود بیاره. بعد اینم نیست که ما چون امسال قهرمان شدیم دیگه هر سال کارمون راحته. واقعا به نظرم سال دیگه مثلا کارمون سخت خواهد بود. آره و به نظرم دشوار خواهد شد. یعنی دیگه حساسیت فکر کنم رو ایران زیاد میشه از سال دیگه. موافقی؟ خب ببینید حالا ما باید 2025 با نتایج درخشانی که داشتیم باید پشت سر بگذرونیم و برای مسابقات جهانی 2026 با یه برنامه‌ریزی جدی‌تری، چون که ما هر سال که نزدیکتر به مسابقات المپیک میشیم رقابت‌ها سخت‌تر و دشوارتر میشه، ولی ما تیممون از لحاظ تیمی با اختلاف با تیم‌های دیگه فاصله گرفتیم. ما با تیم دوم در رقابت 2025 فکر کنم اگه اشتباه نکنم حدود 60 امتیاز اختلاف داشتیم و تیممون از لحاظ سنی هم بسیار تیم جوانی هستش و با درایتی که فدراسیون و کادر فنی دارن خیلی خوشبین هستیم که این قهرمانی‌ها تداوم داشته باشه. ولی ما باید هر ساله با یه برنامه‌ریزی جدید و هیچ وقت هم به قول معروف از سرعت خودمون کم نکنیم، با همون سرعت رو به جلو بریم که ایشالله بتونیم قله‌های افتخار دونه دونه کسب کنیم. خیلی متشکرم، لذت میبرم. دلم نمیاد هیچ وقت قطع کنم صحبت آقا طالب و خیلی شیوا و بلیغ و زیبا صحبت میکنن. من یه اشاره فقط مجددم بکنم، امروز هم راجع بهش صحبت کردیم که ما در هفته کتابخوانی هستیم. یه پویش خیلی جذابی هم راه افتاده به نام کتاب ورزش آگاهی که خود فدراسیون کشتی هم داره شدیداً روش کار میکنه. تا حالا عناوین زیادی 31 عنوان کتاب از زندگی قهرمانای کشتی ما منتشر شده. این قراره ادامه داشته باشه، به جای خوبی برسه و همه گسترش بدیم دیگه این قضیه رو. خوندن کتاب رو، درس گرفتن از کتاب رو، یاد گرفتن از کتاب رو و اینو حفظش بکنیم، اجازه ندیم که از بین بره. خب بریم سراغ فینال فردین عزیزمون. بعد فینال دوباره برمیگردیم برای صحبت پایانی. تشویقم واقعا جا داره برای فردین. آقا صبر نداره آقا طالب، یعنی همون لحظه میره رد میشه رو حریف میره خونه. خب تبریک میگم. یه دست بزنیم آقا به افتخار برای بچه‌های تیم ملی کشتی فرنگی. حریف خیلی قدرتمندی بود. من فکر نمی‌کردم که بتونه با این تایم کوتاه کشتی رو به پایان برسونه. تبریک میگم به
خانواده فردین هدایتی، به مربیای عزیزش امیرحسین حسینی خیلی واسه فردین هدایتی زحمت کشیده و به تمام مربیانی که در آمول فردین رو کمک کردن. امیدوارم که روند رو به جلو پیش ببره که در نهایت باعث شادی دل مردم و افتخار آفرینی کشور بشه. دقیقاً. یه تبریک هم به خانواده فردین بگیم، به داداشش فرزینم که اینجور وقتا گریه میکنه سریع. تبریک خیلی ویژه به تک تکشون. آقا پرونده کشتی فرنگی ما در رقابت‌های ریاض بسته شد. 4 تا طلا، 1 نقره، برنز. چطور می‌بینید؟ اصلا به نظرتون؟ به نظرم حتی از پیش بینیام یه ذره بهتر کار کردیم، درسته؟ من دیروز فکر کنم یه پستی رو محسن حاجی پور گذاشته بودن آره که نتایج چی میشه، رفتم کامنت گذاشتم که 4 تا طلا، 1 نقره، 1 برنز. دقیقاً. یعنی من دیروز این پیش بینی رو داشتم. آره تو ارتباطش با ما هم بود، پیش بینی کرد، گفت 3 تا طلا، 2 تا نقره. من یه کامنت گذاشتم شاید کامنت هم باشه که گفتم 4 تا طلا، 1 نقره و 1 برنز. واقعا هم چون که آنالیزی که خودم داشتم و رو کشتی ها مثلا فکر میکردم، میدونستم که در وزن 130 97 87 و 67 ما شانس زیادی داریم واسه کسب طلا و در وزن 77 میدونستم که کار امیر عبدی سخت باشه در مقابل آگژول محمد. بله. و در 60 کیلو هم من این احتمال میدادم که احمدی وفا بتونه کشتیگیر خوب آذربایجانی رو شکست بده و صاحب مدال برنز بشه. نتایج بسیار خوب و درخشان بود. فکر میکنم که بهتر از این دیگه نمیشد و امیدواریم که همیشه همچنان کشتی فرنگی بدرخشه. دقیقاً. این تصویر خوشگل هم بچه‌هامون دادن از 6 تا دلاورمون در کنار حسن آقای رنگرز. بازم تبریک بگیم به همه. واقعا کشتی ایران یه جوری تو جدول مدالی هم بالا کشید و تونستیم به حال اتفاقات خیلی جذابی رو داشته باشیم. راحت هم نیست خدایی، نمیگم سخته اونقدر، ولی اونقدری که فکر میکنید آقا میرن اونجا طلا میگیرن میان هم نیست. نفر سوم جهان، نمیدونم تو خیلی از وزنا نفرات خیلی خوبی حضور دارن و به خصوص تو کشتی فرنگی، یعنی چون آذربایجانی ها هستن، ازبکستانی ها هستن، هم با تمام قدرتشون اومدن، یعنی نیومدن که به چشم مسابقه تدارکاتی نگاه کنن. و بازم تبریک میگیم فردی جان، واقعا شایسته بودی. هادی جان واقعا شایسته بودی. روز آمل بود، روز ایران بود دیگه. خیلی هم خوشحالیم که تو همچین روزی همراهتون بودیم. پیش بینی آقا طالب هم پس درست در اومد. آقا محسن شما پیش بینی و یه مقدار شکست خوردی در مقابل آقا طالب، در مقابل برار که 4 تا طلا، 1 نقره، 1 برنز و خب ولی واقعا اون بچه‌ای که طلا هم نگرفتن بسیار بسیار خوب کار کردن و درخشان بودن و کشتی فرنگی ایران آقا طالب هر روز داره یه قدم رو به جلو برمی‌داره. بله شاهده. و ایشالله که اتفاقات خیلی خوبی بیفته. شما خودتون برنامه‌تون چیه آقا طالب؟ کلا فعلا ادامه میدید یا سراغ مربیگری میرید به زودی یا چیکار میکنید؟ عرضم به خدمت شما، من هیچ وقت از کشتی دور نبودم و فاصله نگرفتم و چون که واقعا با جون دل عاشق کشتی هستم. فعلا گفتم شرایط به یه شکلی هستش که با فدراسیون همکاری دارم در حوزه مدرسی و کمیته مربیان که فعالیتم محدوده که بتونم در یک گوشه فعلا کار تمرینی انجام بدم که ایشالله اگه شرایطم شرایط نرمال و خوبی شد در هر جایگاهی میتونم کمک کنم. دقیقاً. و منتظرم باشیم از سمت شما کشتیگیرای فرنگی بیان از حالا شهرتون، استانتون. چجوری میشه به نظرتون؟ امیدواری وجود داره؟ آره امیدوارم که بتونم که در طول سالهای آینده کار سازندگی انجام بدم که به این روند افتخارآفرینی کشور منم کمک کرده باشه. خیلی متشکرم ازتون، خیلی ممنونم آقا. واقعا روز جذابی بود، روز سختی بود. از حوالی صبح در کنار شما بودیم، حسابی لذت بردیم از اینکه در ارتباط بودیم با مخاطبین عزیز فرهیخته درجه 1 و متفاوت کشتی ایران. یه اشاره هم من دوباره بکنم به همه کسانی که حمایت میکنن از ما، از جمله حامی مالیمون بانک شهر که در کنار فدراسیون اومدن کشتی کارت رو معرفی کردن. شما میتونید همین الان به نرم افزار همراه شهر پلاس یا شهرنت‌های بانک شهر برید. اگه میخواید شعبه برید باید
فردا صبح برید، الان نمیشه. و مراجعه بفرمایید. این همراه شهرهای خوشگل و آره دیگه شهرنتا شبان روزی هم بچه‌ها به من تقلب میرسونن، گفتم فقط شعب اصلیشونه که روز هست. و این کشتی کارت‌های خوشگل رو تهیه بکنید، هم از کشتی حمایت کنید، هم از همه مواهب و مزایای یک کارت بانکی برخوردار بشید، هم به حال لذتشو ببرید دیگه. خیلی ممنونم آقا طالب، اولا خیلی افتخار میکنیم که اینجا بودید و امیدوارم این یه شروعی باشه شما رو مرتب ببینیم در تلویزیون کشتی. اینجا خونه خودتونه، تو این مسیر راهرو هم دیدین دیگه، تصویرتون هم وجود داره، هم اینجا هم تو اون مسیری که برای قهرمانای کشتی تو خروجی زدن و حسابی کیف می‌کنیم شما رو می‌بینیم و دیگه ان شاءالله می‌بینیمتون از این به بعد اینجا. عزیز باعث افتخار بنده است. در هر صورت ما خودمون عاشق کشتی هستیم و خودمون رو بدهکار کشتی می‌دونیم. هر جایی بتونیم که به کشتی خدمت کنیم در اون جایگاه قرار می‌گیریم. خیلی ممنونم ازتون آقا، خیلی متشکرم. خیلی روز خوب و فوق‌العاده‌ای داشتیم، خیلی لذت بردیم. یه ذره ترافیک بود اولش، دیر شروع کردیم ولی بعدش به نظرم با طلاهایی که گرفتیم و اتفاقاتی که افتاد جبران شد. از محسن حاجی‌پور هم ممنونم که در آمل تصاویر رو خیلی داغ و تازه و جذاب به دست ما رسوند. فردا دوباره ما از حوالی 10 صبح برمیگردیم، اینجا همراهتون هستیم. ان شاءالله خیلی بتونیم برنامه‌های جذابی تقدیم حضورتون کنیم با مهمونای جذابی که در پیش خواهیم داشت. خیلی ممنونم ازتون، روز خیلی خوبی داشته باشیم.